در شهر دوشنبه هفته تحصیل بین المللی آغاز یافت. این معرکه امکان می‌دهد که خواهشمندان می‌توانند با شرایط تحصیل در دانشگاه‌های خارجی شناس شوند و راه آینده خود را انتخاب کنند. اینجا برای انتخاب دانشگاه آمدم هستم و یک چند دانشگاه را دیدم که یک از آنها MDIS میباشد در تاشکند و در اصلا دانشگاهی در انگلیس میباشد و یک از فیلال‌هایش در تاشکند میباشد و حاضی هم دیده استادم یک چند تا دیگر. نمایشگاه هفته تحصیل بین المللی همساله از سوی سفارت امریکا در دوشنبه با تشبث وزارت‌های خارجی و معارف این کشور برگزار می شود. داوطلبان تاجیک چه در بخش علم و چه کسب آموزی سمت‌های گوناگون را انتخاب می کنند، از قبیل صنعت و هنر، علم‌های بشری، ریاضیات و مهندسی. بیشتر مهمانان نمایشگاه خوانندگان مکتب‌های میانه هستند که می‌خواهند تحصیل را در خارج ادامه دهند. در آینده می‌فورم دانشگاه‌های طرف‌های انگلیا و امریکا و طرف‌های خیتای. در این دولت‌ها خیلی معارف خوب است. خارجه بسیار دولت‌های خارجه یک از آنها خیلی پیشرفته‌اند، از جمله انگلیا، ژاپن، یعنی دولت‌های پیشرفته و من فکر میکنم که اگر دانشگاه را در همان خیلی دولت‌ها خوانم میتوانم در ساحه خود یکی از بهترین باشم. سفارت امریکا در دوشنبه چنین برنامه‌ها را برای دستگیری راهبران آینده در سراسر دنیا و هم برای تبادل تجربه میان نمایندگان فرهنگ‌های گوناگون مفید مینامد. هفته تحصیل بین المللی در تاجیکستان امسال از 18 تا 22 نوامبر ادامه می کند و در آن دانشگاه‌های معروف امریکا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و آلمان شرکت دارند.